کارو ببینید. اگه الان ما رو از اون بالا با تناب خواستن، من تناب ما تا اونجا اومد، یعنی من 20 متر رو تا این پایین نگاه کنید، یعنی ما 20 متر رو این وضعیتمونه. یعنی این کارو ببین، ما 20 متر رو از بالا دقیقا افتادیم این کف. کارو ببینید چقدر وحشتناکه این کار. یعنی ما الان حدود 100 متر زیر زمینیم. آقای کارشناس، بچه خوشگل، وای میسی تو خونه رو کاغذ هماهنگ میکنی، اسم شهر مینویسی، وجودشو داری بیای اینجا؟ نه وجودشو داری؟ این وضعیت منه. وجودشو داری بیای؟ این کارو ببین، بندازنت اینجا دیگه مردی، چه برسه بخوای بیای تفسیر کنی. کارو ببین، شاخصه کارو ما رو ببین دقیقاً، و ورودی که کف کار ما دقیق چاه، دماغه‌ای که دماغه رو ببینید دقیقاً کار به این میگن. دماغه کار رو ببین، دماغه رو ببین، چایی رو که من الان فکر با دست کندمش، هیچی هم نبوده. وجودشو داری بیایی کارشناسی کنی همچین جایی، همچین جای مخوفی؟ ببین کارو ببین، تثبیتی های کار ما رو ببین، جوقن زیبا رو ببین تو بدنه، دماغه کارمون، چایی که اینجا باز شده. تو ما به کارشناسی نیستی بچه خوشگل، تو فقط باید ما با ما بری ژل تزریق کنی به لبات. البته میگن اگر سرخی کنی زردی بپوشی، همان کنگرخر و کنگر فروشی. و این میگن وجودشو داری بیا همچین جایی کارشناسی کن. کارو ببین، سقف کارو ببین، اصلا چیزی به اسم نور میبینی خدا وکیل؟ ببین ما از کجا اومدیم پایین، افتادیم اینجا، اینم وضعیتمونه. و شاخصه کارمون اونم که جوغن تثبیتیمون بود. دیگه نفس نکش داداش، با لاگری تو بچه خوشگل. اگه دوست دارید پولاتونو بندازید تو چافازلاب، بدیدش به امثال پوارو، باقری و سلطان کچل و بابا شما یکی نیست، کون خودتون رو جمع کنه. شما میتونید بیاد همچین جایی. بیا برو بچه برو، کم بیا چشم و ابرو. برو بچه برو، برو بچه برو، برو بچه برو، کم بیا چشم و ابرو. برو بچه برو.